یک گوهری هست که در حیات ما و شما قیمتترین مال ما و شما برادر عزیز از آنی که ما و شما داریم این پدر و مادر و برادر ما را که حاجر مادرش خدای مهربان رحمت و مغفرت کنه و از همه ما و شما گذشتگی ها را چی پدر داریم چی مادر داریم چی باب و اجدادی که داریم از ما گذشته است الله مهربان رحمت و مغفرت چون کنه. برادر عزیز همین موضوع که داملا را اندک من صحبت میکنم در نوبت پیش انشاءالله باید بزرگا باز صحبتی برای ما و شما خواهند کرد. موضوع احترام پدر و مادر دوستان عزیز موضوع مهمترین در دین اسلام است. شریعت اسلام قرآن عظیم الشان احادیث نبوی اطراف این موضوع تأکیدهای خیلی زیاد برای ما و شما دارند. پروردگار بزرگ در قرآن عظیم الشان ما و شما را رفتار با پدر و مادر گفتار با پدر و مادر چگونه حرمت کردن پدر و مادر خدای مهربان خاص خودش به ما ادب میده. در کلام خویش ما و شما را چه خیلی با پدر و مادر رفتار نشست گفتار الله تاکید میکنه که شماها چنین باشه با پدر و مادر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریم. الآیه. برادر عزیز در این آیه مبارکه پروردگار مهربان قانونی را بالای فرزندا گذاشته است. دستوری را خدا در اینجا برای بندگان خیش اعلان میکنه که اگر این رفتار در زندگی بنده مؤمن نباشه الله او را قبول نداره. پدر و مادر یک گوهری هست که در حیات ما و شما قیمتترین مال ما و شما برادر عزیز از آنی که ما و شما داریم این پدر و مادر. بعد از ایمان به خدا و به رسول هیچ چیز ارزشتر در حیات مسلمان از وجود پدر و مادر چیزی بالاتر نیست. خدای مهربان در این آیه مبارکه ما و شما را دستور میده. دستور اول اینجا دو قانون خدا فرمان میکنه. یکی فرمان اولی که و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. اینجا فرمان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشاره به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. مفسرین کرام میگن اینجا وقتی اشاره به پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد همه امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زیر این فرمان قرار میگیره. خدا میگه فرمان خدا برای شما این است که خدا را یکتا پرستش کنین. خدا را به تنهایی پرستش کنین. در برابر خدا شرک نورزین. الله یکتا را طرز پرستش کنین که به همون ذات اقدس بزرگ او لایق و سزاوار باشه. بعد از این فرمان برادر عزیز ببینیم بعد از فرمانی که ما خدا را باید عبادت کنیم پروردگار مهربان چسبیده به عبادت خود به اطاعت خود ما و شما را از پدر و مادر امر میکنه که و بالوالدین احسانا. شما بعدی که به خدا ایمان آوردین به خدا عبادت کردین سجده الهی کردین فرمان دوم الهی برای شما همین است که اگر شما ایمان دارین اگر سجده دارین اگر بندگی دارین بدانین که این کامل نمیشه تا زمانی که پدر و مادر شما راضی نباشه. درسته ایمان داری درسته نماز داری درسته حج داری خیر احسان داری مال و اموال داری اما هیچ این نکیات الله قبول نمیکنه تا زمانی که دعای پدر و مادر در اینجا خوش نباشه احترام پدر و مادر شریک نباشه رضاگی پدر و مادر در این نباشه او طاعت بندگی
چیزی به تو فایده نمیرسه بنده الله. پروردگار مهربان میگه و بالوالدین احسانا، و پدر و مادراتان خوبی کنین. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. خدای مهربان در اینجا طریق خوبی کردن هم به ما و شما میفهماند، تعلیم میدهد که ما چگونه خوبی کنیم. اگر خدای مهربان بیان نمیکرد در اینجا مفصل، ما میگفتیم که همین یک نیکی که یک روز میکنیم ممکن تا آخر عمرش بسنده باشه، یک نیکی که میکنیم فلان فلان بدیامان شاید اعتبار نباشه، چون که همین خوبی را کردیم. کو خدای مهربان میگه خوبی در حق پدر و مادر چگونه است، باید فرزند چگونه به پدر و مادر نیکی کنه. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. به به برادر عزیز، ببینین خدا چگونه تعلیم زیبا میکنه فرزنده. این دستوری که خدا در قرآن برای بندگان مؤمن میده، هیچ قانونی روی دنیا این فرمان نداره برادر عزیز. یکی برادر عزیز از مهمترین چیزی که غیر دین اسلام، مشرک و یهود و نصارا و غیر دینی اسلام، پیروان دیگر دینها را مهمترین چیزی که میل شه به سوی دین اسلام میکنه، همین فرمان خداست. مهمترین چیزی که ذوق غیر مسلمان برای دین اسلام محبت زنده میکنه، میگه همین دین اسلام باید من قبول کنم، همین که میبینه که فرزند فرمان میکنه که نمو سفید پیره، این همین کمپیره که قامت افکنده هست و اطاعتش کنی داشت، اگر نباشه خدا قبولت نمیکنه. باید این دین پیرو شو، باید میگه پیروی این دین باید شود. خدای مهربان میگه نیکی به پدر و مادر چگونه هست. وقتی پدر و مادر پیر یافتی، هر دوی یا که یکی از اوره در حالت پیرانسالی تو یافتی که او ریشش سفید شد، قامت زیباش خم شد، اون نیاز به خدمت تو پیدا کرد، ضعیف شد، فلا تقل لهما اوف. پروردگار میگه اگر خدمت پدر و مادر کردی، خدمت پدر و مادر در هنگام خدمت پدر و مادر در پیش پدر و مادر اوف نگو. اوف سبکترین کلمه آزار دادن است. سبکترین در کلام عربی ای کلمه سبکتر برای آزارتهی نیست. کمترین آزار بخواهی کسی را بودی اوف بگو میگه. همین ای همه پسترین آزار است. خدا میگه همین کمترین آزار و پدر و مادر نتی. مفسرین کرام میگن همین اوف چگونه است، همین اوف است چگونه ما استفاده نبریم. حال تفسیر را نگاه کردم، میگه اگر کسی پدر و مادرش بیمار شد و او در جاگه افتید و همو جزیریاشا ببخشین دور از روی دسترخوان، اگر در جاگه همون مقصد ترک کرد، بیمار شد که بیره رفتن نتانست دمو جاش و فرزند پدر و مادر را تازه کرد، در همین هنگام تازه کردن بینیش جنج کرد آقای پدر و مادره. برای چی میگن؟ سخنی خوب میارن علما. میگه وقتی تو کودک بودی و همین جاگه بودی، همین کارا کردی، پدر و مادر تو را تازه میکرد، بعد تازه کردن با کف پات بوسه میکرد. اوف نمیگو. یگان مادر دیدین که در وقتی تازه کردن فرزندش بینی جنج کنه، با صدقه و بندش میشه برای فرزند مادر. ببینی ولی به همین خاطر برادر عزیز درجه مادر ای پدر در اسلام بلنده. حق مادر در اسلام ای پدر در بالا است. اگر 100% ما حق به پدر و مادر بودیم، 75% حق مادر، 25% پدر حق. برای کرنجی که مادر میکشه هیچ کس نمیکشه. خدا میگه اگر انمو حالت تو گرفتار شدی و پدر و مادر تا پاک کردی، بینی تجنج نکن، اوف نگو. فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما. پدر و مادر هیچ وقت سخنی پس نگو، به سوی پدر و مادر آواز بلندی نکن. تو حق نداری که به پدر و مادر بیزیب نگه بکنی. نگه بیزیب به پدر و مادر برادر عزیز، حالی علمای بزرگ 35 نمود آقی ای پدر و مادر شوی را برای ما و شما بیان میکنن. یکی میگه
یکی آقی که ماها میشیم یک نمود یا قمینه که بزه به پدر و مادر نگاه کردی آق میشه.